چالش 30 روز 30 تا ساندویچ. این دومیشه، ساندویچ فیله مرغ با سس قارچ. برای درست کردنش فیله مرغ رو به تیکه‌های کوچیک‌تر برش میزنم. با نمک، فلفل سیاه، پودر سیر و روغن زیتون طعمدارش میکنم و 2-3 ساعتی بهش استراحت میدم. قارچامو برش میزنم و سیر رو اول با چاقو له میکنم و بعد ساتوریش میکنم. مرغا رو از خواب زمستونی در میارم و با روغن زیتون تفتشون میدم. بعد پخته شدن مرغ زیره و قارچ ها رو اضافه میکنم، شعله رو زیاد میکنم و 2 دقیقه تفت میدم. مواد رو به یه گوشه هدایت میکنم و تو فضای باقی مونده سیر رو 30 ثانیه با کره تفت میدم. بعدش آرد رو اضافه میکنم، یکم تفتش میدم و بعد شیر رو اضافه میکنم و خوب هم میزنم تا سس یک دست بشه و بعد با بقیه مواد مخلوطش میکنم. نمک و فلفل و خامه اضافه میشه و بعدش هم برای طعم بهتر پنیر ورقه‌ای چدار آماده است. نون من چاباتای هالوپینوه. میشه از نونای دیگه هم استفاده کرد ولی این خوشمزه تره. با یکم جعفری تازه معطرش میکنم و بعد میچلونمش تا بریزه بیرون و آخرم توست میکنمش و تمام.